سارا سیرات با خانوادهش طعم زادگاهشون افغانستان را میچشاند که 4500 کیلومتر دورتر از جای زیستی آنها قرار دارد. وی در یک خانه دو حجرگی در برلین با والدان و دو برادرش زندگی می کند. این خانه به منزل و باغ کلانی که در کابل داشتند برابر شده نمی تواند. سارا آنجا مشاور وزارت کارهای زنان بود. اداره پیشینی وی حالا مکان نو پلیس اخلاقی طالبان است. داوود امیر فکر می شد که چگونه برای زندگی زن در افغانستان مفید باشد، ولی امروز به او اتاقها و به او تعمیر ساختمان تصمیمایی گرفته میشه که چگونه محدودیت برای زنها بیشتر شود که کاملا غیر قابل تحمل است برای ما. سارا تاکید می کند که از آلمان برای تأمین امنیتش منتدار می باشد، اما رویدادهای اخیر روحی کشور را دیگر کردند. یک روز پس از این مصاحبه پلیس آلمان یک افغانستانی را بازداشت کرد که در میونخن ماشینش را به بالای ازدحام رانده است. پلیس این حادثه را حمله اسلامگرایانه نامید که در نتیجه آن یک زن با دختر 2 سالش کشته شدند. حادثه مدهش همگی 3 هفته بعد از حمله با کارد به یک گروه راهگذران رخ داد که کودک 2 ساله و یک مرد را به هلاکت رسانید. پلیس در پی آن یک افغانستانی دیگر را بازداشت کرد که قرار بود از آلمان اخراج کرده شود. خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که این اتفاق افتاده بود بر ما نمیتونستم راحت باشم، برای از اینکه وقتی ما به سرک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم که همگی به طرف ما میبینه و اینا فکر میکنن که این هم افغان است و این هم مثل از این افراد نگاه میکنه و خطرناک است به کشور ما. با نظرداشت آنکه مهاجرت علیه یک مسئله کلیدی در پیشروی انتخابات در آلمان است، حمله ها به مثل یک ترکش سیاسی می باشند. اعضای حزب الترناتیو برای آلمان به اخراج عمومی هم سوریگی ها و هم افغانستانی ها دعوت کرده است. در افغانستان همیشه نیزا وجود داشت و قبیله های گوناگون با هم می جنگیدند. ما در اینجا در آلمان برای آنها صلح بسته نمی توانیم. این قبیله ها مردم افغانستان باید در کشور خود این کار را کنند. حزب الترناتیو برای آلمان در نظرسنجی های افکار مقام بلند را اشغال می کند و به نظر می رسد که دومین حزب قوی ترین کشور شود، اما احزاب دیگر نیز در مورد مهاجرت موضع نوی سرسختانه گرفتند. آلمان خواستار جاری کردن رژیمی سخت‌تر علیه پناهجویان است. ما باید نفسی نو گیریم، ساختارهای خود را بازسازی کنیم و رشد دهیم تا باور حاصل کنیم که چنین حمله ها و کشتارهای وحشیانه در آلمان تکرار نمی شوند. تصمیم آوازدهی به طرفداری حزب الترناتیو برای آلمان همچون شکستن یک تابوی دیرینه در سیاست آلمان بررسی شد و باعث اعتراضهای عمومی گردید. این حزب با گمان تندروی راستگرایانه از جانب خدمات اکتشافی داخلی آلمان تحت نظارت است. سارا سیرات به سیاست کار ندارد و در کتابخانه به امتحان زبان آلمانی آمادگی میگیرد. احزابی که مخالف بودن مهاجرین هستند، من فکر میکنم که یک وضعیت باید متوجه باشند که ما به چه دلیل یک انسان کشور خودش را ترک میکنه. روز 23 فوریه آلمانی ها تصمیم خواهند گرفت که کشورشان چه نوع سیاست مهاجرت را پیش بگیرد.